واندم عبدوکبیرزاده جوان 17 ساله تاجیک از ناحیه اصفهان امسال مثل دیگر همسالانش برای گرفتن شناسنامه به مقامات مراجعت کرد. چون امسال مکتب دهه چلگزی ناحیه را ختم میکند باید برای شامل شدن به دانشگاه شناسنامه بگیرد. اما وقتی به اداره شناسنامه دهی رفت، کارمندان اداره شناسنامه دهی حیرت زده شدند و باور نکردند که نام واقعیش واندم است. عبدوکبیرزاده گفت: نه هم تو وها باور نکردن نام حقیقت را گفتم، اصلا نام حقیقی گفتن وها روی کردن که این کلیک که گفتن من سنیستم نه نام حقیقی من واندم. واندم تاجیکی روز 27 دکبر با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفت با او پیشنهاد کردند که نامش را تغییر دهد، اما واندم نمیخواهد نامش را دیگر کند، چون میگوید 17 سال باز این نام را دارد و میخواهد در شناسنامه و تا آخر عمر واندم بماند. او گفت: وها راضی نباشنم من راضی ام این نام را. کارمندان اداره شناسنامه‌دهی برای آن به واندم پیشنهاد کردند که نامش را دیگر کند که در تاجیکستان نیمه اول امسال یک فهرست نام‌های تاجیکی را تهیه و نشر کردند و والدان باید از همین فهرست نام انتخاب کنند. در این فهرست 3000 نام شامل شده است و برخی از نام‌های قبلا رایج به مثل تبر، تشه و علاوه‌های پسوندهای ملا، خلیفه، توره، خواجه، خوجه، شیخ، ولی، آخون، امیر، صوفی، خان، توره و غیره از فهرست بیرون ماندند. والدان دیگر در تاجیکستان حق ندارند به فرزندانشان نام‌های بیرون از این فهرست را بگذارند. تشویش واندم هم از آن است که نام او در فهرست نیست و ممکن است او را مجبور کنند که از نامی معروف دست کشد و نامی دیگری انتخاب کند. اما سعادت شاه مطرابیان، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، نهاد مسئول تهیه فهرست نام‌ها، به رادیو آزادی گفت که واندم حق نگه داشتن نامش را دارد. او روز 27 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت: همون نام پیشنهاد کنم ما خلاصه در باید نام می‌کنیم و در اساس خلاصه ما میتواند رفته و کند به خیر بیاد. خود عبدوکبیرزاده مخلص هنرپیشه مشهور هالیوود واندم است که دهها نقش را در کینوهای جنگی بازدیده است. اوج شهرت این هنرمند زاده بلژیک که بعداً شهروند آمریکا شد به سالهای 2000 راست میآید، زمانی که واندم عبدوکبیرزاده تولد شده است. فیلم‌های آمریکایی اول سالهای 90 عصر گذشته به تاجیکستان راه یافتند و مردم این فیلم‌ها را در ویدیو ماگنیتوفون‌ها تماشا می‌کردند. فیلم‌های ژان کلود واندم از فیلم‌های پرخریدار بود. عبدوکبیرزاده میگوید همه فیلم های ژان کلود واندم را بارها تماشا کرده است. من تو همه اینهاش دوست می‌دارم و همون هنرهایش را به من معقوله. عبدوکبیرزاده واندم میگوید وقتی بار اول نامش را در همه جا میشنوند تعجب میکنند، اما نام مشهور و بازوی تنومند یگانه افتخاری واندم نیست. میگوید در آموزش علمی فیزیکا که برای پیشه انتخاب کردهش نهایت مهم است سخت کوشش دارد و اخیراً در یکی از آزمون‌های اختراعکاران دوشنبه پیروز شده است. او گفت: آزمون اختراعکاری دوشنبه نشده که بود اشتراک کرده جای اول را گرفتم. همین به نزدیکی شدگی بوده، سال گذشته دویم جا را بیتوزم. با این همه نقشه و دستاوردها عین زمان هوشی واندم عبدوکبیرزاده به گرفتن شناسنامه‌اش بند است، چون که بدون آن دانشجو شده نمیتواند.